امجد میفهمم هیچ کسی رو به خاطر معصیتی که مرتکب میشه ملامت نکنید و از او تبرئه نجوید، با کمال ملایمت و ادب و محبت به او یادآوری کنید. آن اگر اجازه داشته باشیم. اگر فسادی از مؤمنی میبینید بهش محمل باشید. مثلا دیدی یک فقیری وارد شده در یک مشروب فروشی، هم کنید که را رفته آب بخوره. اگر دیدید توی لیوان رنگی یا توی لیوانی که مواد رنگی هست و سر کشیده خورد، هم کنید شاید آب انار باشه، آب آروبالو باشه. اگر آمد بیرون دیدید تلو میخوره، میفهمید هم کنید برای این که شاید اون آب انار مسموم بوده باشه. اگر دید بوی دهنش بوی بد میده، میفهمید هم کنید برای این که شاید معدهش فاسد باشه. میفهمید انواع و اقسام محمل‌ها رو بفرشید تا بتوانید به دیگران تهمت نزنید. و دیگران را مبرا بدانید. گرچه در میان ما فقرا متاسفانه معمول است، به این خیلی زشته که فلان کس اطلاعاتیه، فلان کس ساواکیه، فلان کس جاسوسه، فلان کس هرچی باشه. اینجا برای چه است؟ اینجا برای تسبیحخانه است. هر کسی وارد این آب بشه پاک میشه.